خوش اومدید به اولین ویدیو کانال لانگ من. ولی بچه‌ها این اولین ویدیو کانال لانگ منه. من یه دونه کانال شورت هم دارم که اون فقط ویدیوهای فوتبالی و این چیزا توشه. بچه‌ها خوش اومدید به اولین ویدیوی من. بچه‌ها ما تو این کانال قراره گیم‌های مختلف لایف با آموزش کل این چیزا رو داشته باشیم که من امروز اومدم بهترین اتچ لوکاس رو براتون معرفی کنم که اتچش رو اول ویدیو الان بهتون نشون میدم، آخر ویدیو هم بهتون نشون میدم. اینه بچه‌ها، این اتچشه که دیدید بعضی وقت لوکاس وان شات نمیکنه، خیلی اما بیشتر وقت وان شات نمیکنه، ولی این به همه جاش، یعنی اینطوری بگم فقط به پاش ندیگه، پاهای خیلی پایینش نه، به پای نسبت بالاتر از زانوش میزنه ولی زیر زانوشو نه. خب بچه‌ها بریم برای تست این لوکاس با دوستم که دوست نداره اسمشو بگم، ولی اگه لایک این ویدیو به 50 تا برسه اسمشو لو میدم. بچه اون وقت توی کامنت ها اینطوری بگید که اینطوری دوست دارید من فیسمو نشون بدم یا نه. خب سیاستتون رو به درد نیارم، بریم تست رو داشته باشیم. Let's go. تو این توه خب کاسمون رو برداریم. خب برو بریم. یکی که به پایین تنش خورد ولی وان شات کرد. خب بچه من یه ذره لگم ازت میخوام اگه یه ذره کیفیت ویدیو پایینه. دید که الان دیگه یه ذره پایینتر از زانوش خورد و دمیج شد. هرچی هم حالا میزنی پایینتر از زانوه، عالیه. چرا؟ چه اصلا هرچی بیشتر بالا تنه بخوره دیگه وان شده دیگه. خستگیری داشته به من نمیشه جام شد بزنه. خودم یه زمانی جام شد زن قرد بوده، میخواد به من جام شد بزنه. خوبی
بچه میبینید که لوکاسش واقعا خوبه، یعنی من راضیم ازش، واقعا لوکاسیه که من ازش راضیم. چه هستید بهش جام شد بزنی؟ وای حاجی تیرم جستر نشده عالیه. ریلودم من باید بهش جام شد بزنم. چرا فکر کنم کمپیده. رو هوا. بچه یکی از خوبیه که این لوکاس داره این که خوراک فست اسکوپ و دارک اسکوپه. مثلا دیدید که خودتون الان دارک اسکوپ خوشگل خورد. بنگ اینم نگیرو اینجایی. بنگ فست اسکوپ بعدی. بچه اگه دوست داشتید اتچای بعضی از گانا و اسنایپای بعدی هم مثل دیل و تندرو و اینو براتون بذارم، حتما توی کامنت ها بهم بگید. ولی من اول فعلا لوکاس شروع کردم، اگه بخواین بعدی رو دیل میذارم یا هر گانی که شما بخواین. و این دیوشون خیلی داره نوب بازی در میاره. بچه میدونم یه ذره نوبم ها، ولی یه چی کار کنه. چه پویر خود بچه، ولی این اسنایپ خوراک خیلی پرپلیر راست. پس توصیه میکنم حتما نتشو بچینید، تست کنید. اگر بد بود دیگه ولی بهتون تضمین میدم که این اسنایپ بد نیست. یعنی از لوکاس معمولی که اتچشون رو میذارن خیلی بهتر، همین بهتون بگم. از تمام اتچه لوکاس بهتر. یا اول ویدیو هم بهتون گفتم دیگه. و دارک اسکوپ دمیج.
توش میرفت بالا بکمپه که ماشالله آریان ایکس لجن از هیچکی نمیگذره، حتی کمپر. دیوایس من بچه یه ذره ضعیفه و لگ میخوره یه ذره. بعد دیگه با این اوضاع میخوام دیگه دست رو جمع کنم. میبینید دیگه داداش دیگه 16 با این لوکاس. اینم هدشات به عشق خودتون. اینم 18. چه هستی یه جام شد بهش بزنیم دم آخری؟ کیل آخرم یا فینیش بگیریم یا جام شد بزنیم. به به فینیش نشد. بچه دیدید دیگه بازی رو دیگه. لوکاس واقعا گاده. بچه ها برم یه بار دیگه اتچو بهتون نشون بدم. اینه اتچش و یه چی بهتون بگم که رب نداره چه اپیک باشه چه معمولی باشه یا چه لژند باشه، اتچ رو همه کار میکنه. خب ممنون که اینطوری تا آخر ویدیو با من بودید. بچه لایک کامنت سابسکرایبتون نره. اینکه بهتون بگم که اینطوری زنگولم بذارید روی آل که هر وقت ویدیو جدید گذاشتم یوتیوب با خبرتون کنه و اولین نفری باشید که بیان ویدیو رو ببینید. فعلا بای.